آینده کشورمون رو و سرزمینمون رو از بحران‌ها و طوفان‌ها بتونیم نجات بدیم. دشمن تمام نقشه‌هاش رو بر این طراحی کرده که اختلاف رو دامن بزنه، چون امکان نداره یک کشوری رو با هواپیما و با نمیدونم بمباران کردن وادار به تسلیم کرد. و غزه‌ای که به اون کوچیکی الان داره 3 سال میشه که نتونستن وادار به تسلیم کنن. ایران ما رو اینا قادر نخواهند بود با این تهدیدها وادار کنن که تسلیم میشه و قطعا تسلیم نخواهم شد. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی، اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیایم. تلاش میکنیم که در این رابطه تا جایی که دستمون بر بیاد جلوگیری کنیم. اینا تصور میکردن با این اقداماتی که انجام دادن خواهند توانست در عرض 3 روز انقلاب ما رو ساقط کنن و بعد نیات شوم خودشون رو در کشور ما اجرایی نماین. در نتیجه همه اون تصورات رو با حضور این عزیزان، حضور فعال، شبانه روزی و با عشق در حقیقت نقشه برآب کردید شما. و این بار مسئولیتیش که به عهده دولته که باید بتونیم این اختلافاتی که وجود داره رو بتونیم فعلا به هر شکلی که شده مطرح نکنیم. و این مهمترین بحثی است که الان دشمن به دنبالشه که امید بسته که در داخل کشور با ایجاد اختلاف و تفرقه بتونه نیاتش رو عملی کنه. با اونا که نتونست میخواد با این کار بکنه. همراهی و همکاری همه قشرها از همه